الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشأن. امید است در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال صاحب قرآن قرار داشته باشید و الله سبحانه و تعالی ما را از جمله اهل قرآن که در واقع خواستان درگاه ایزد متعال سبحانه و تعالی هستند بگرداند. اهل قرآن اهل خاصه هستند. الله سبحانه و تعالی با آنها خصوصیات خاصی داده. از جمله این خصوصیات و بزرگترین از این خصوصیات این است که الله متعال قرآن را به اونها داده و این قرآن در هر جایی که باشد با برکت است و کسی که با این قرآن باشد آن شخص هم در پیشگاه خداوند متعال عزت پیدا خواهد کرد، چون قرآن کلام الله است. همچنان که ذات الله بر ذات مخلوقاتش فضیلت دارد، کلام او هم بر کلام مخلوقاتش فضیلت و برتری دارد. پس این قرآن کلام الله است و هر کسی که با این قرآن باشد او خاصه درگاه الله است. الله متعال سبحانه و تعالی ما را از جمله خاصان خود بگرداند و از جمله کسانی بگرداند که همیشه با قرآن هستند و قرآن همیشه همراه آنهاست. قرآن در زندگی آنهاست، در گفتار آنها قرآن هست، در زندگی آنها قرآن است و در عملکرد آنها قرآن است و در آنچه که در دنیا دارند همراه قرآن دارند. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، این برنامه قرآنی هست. الله متعال سبحانه و تعالی از ما قبول کند و برای ما اخلاص دهد که این برنامه را با اخلاص اجرا کنیم و با اخلاص هم بینندگان عزیز ما گوش کنند و ببینند. درسی که در اول هر برنامه ما با آن میپردازیم پیرامون تجوید هست. بحثی از تجوید خواهیم کرد و مسائل را از تجوید هر روز ان شاء الله که به خدمت شما عرض خواهم نمود. در برنامه گذشته چند حرف از حروفی که ارتباط به زبان عربی میگیرد و ارتباط به حروف قرآنی میگیرد، آنها را، مخارج آنها را به خدمت شما عرض نمودم. در این برنامه 3 حرف از حروفی که مخارج آنها ارتباط میگیرد به حروف قرآنی باز هم به خدمت شما عرض خواهم کرد. حرف صاد هست، حرف سین هست و حرف زای هست. این 3 حرف نه تنها این که در این برنامه به مخارج آنها اشاره خواهیم کرد، قبل از آن اشاره کنم که اینها را به نام حروف صفیر هم میگویند. حروف صفیر به صاد. و این حروف زمانی که ادا می شود یک صوتی را از دهان خارج می کند. همراه تلفظ صاد، سین و زای صوتی از دهان خارج می شود و این صفت را صفت صفیر می گویند که در این 3 حرف وجود دارد. می رویم به سراغ مخارج صاد، سین و زای. تصویر را اگر لطف کنند از اتاق فرمان نشان بدن. قبل از این که ما به این حروف بپردازیم اجازه بدین که باز هم اشاره به دندانها داشته باشین تا ای که بینندگان عزیز ما آشنایی باز داشته باشند به موضوع. امروز بحث ما
ثنایای سفلا یا ثنایای پایین هست. این پایین، این دندانهای پیشین را دو تا از دندانهای پیشین را به آنها ثنایا میگویند که ما در بالا مفصل در موردش حرف زدیم. آنجا را ثنایای بالا میگن، این دندانها را ثنایای بالا میگن، اینها را ثنایای پایین میگن که همان دندانهای پیشین هست. دندانهای پیشینی که در پایین قرار داره، این دندانها، این دو تا دندان. وقتی که ما میخواهیم صاد، سین و زای را ادا بکنیم، سر زبان را به بیخ این دندانها، دندانهای پیشینی که در پایین قرار داره، این دو تا دندان پیشینی که در پایین قرار داره، به بیخ این دندانها، یعنی به پایین به بیخ این دندانها زبان را اتصال میدهیم، میچسبانیم، یا اتصال کوچکی میابه و این سه حرف ادا میشه. به عنوان مثال در این تصاویر شما مشاهده کنید. این تصاویر مثلا از حرف زای شروع میکنیم. حرف ز یا زای این سر زبان هست، این قسمتی که آبی هست، این قسمت را توجه بکنید. این هم بیخ دندانهای ثنایای پایین یا بیخ دندانهای پیشینی که در پایین قرار داره می باشه. این سر زبان یا کمی از سر زبان دنبالتر برخورد میکنه به این قسمت بیخ دندانها و ز ادا میشه و این که دندانها هم تقریبا به هم میچسبه، دندانها با هم تقریبا میچسبه و صدا از وسط دندانهای بالا و پایین خارج میشه. از وسط دندانهای بالا و پایین صدا خارج میشه و ز ادا میشه. مثلا وقتی خواسته باشیم ما ادا بکنیم میگین از شما توجه داشته باشین که زبان به بیخ دندانهای ثنایای پایین یا بیخ دندانهای پیشین پایین برخورد میکنه زبان و دندانها تقریبا به هم میچسبه و حرف ادا میشه و صدا از وسط دندانها خارج میشه. از و سین هم همچنانه، فرق نمیکنه. سین هم مثل زا ادا میشه، مثل زای. مثلا مثلا داریم در قرآن کریم در سوره فاتحه میگه نستعین، نس. این از حرف زای و حرف سین. میریم به حرف صاد. حرف صاد هم شبیه همین ادا می شود. سر زبان اینجا ببینید باز هم برخورد میکنه به همینجا، به بیخ دندانهای پیشینی که در پایین قرار داره. اما با تفاوت صاد با سین و زای این است که در سین و زای این قسمت از زبان، یعنی قسمت اخیر زبان، هیچ نوع کاربرد نداره، یعنی عادی هست. اما در صاد چون از حروف استعلا هست، این قسمت از زبان و قسمت بالا و قسمت کامی که در بالا قرار داره خودش رو تمایل میده، بالا میکنه و صاد ادا می شود، یعنی به شکل پر ادا میشه. مثل که وقتی ما میگین سین، صاد با هم دیگر متفاوته. مثلا وقتی میگین نستعین، این سینه. اما وقتی خواسته باشیم بگین سرا، هم سوت از دهان خارج میشه در صاد، هم قسمت اخیر زبان این قسمت به بالا کشیده میشه و سر زبان به بیخ دندانهای پایین برخورد میکنه و حرف صاد ادا می شود. یک اشتباهی که در میان بعضی ها هست، بعضی از برادرانی که به هر حال حفظ قرآن دارن یا قرآن را تلاوت میکنن، صاد را زمانی که ادا میکنن لبها را قنچه میکنن. این اشتباهه. لبها نباید قنچه بشه. اصلا به لبها، اگر لبها قنچه بشه صاد خراب میشه. مثلا ما این رقم بگین صاد اشتباهه، بلکه باید بگین صاد. ببینین قسمت لبها
قنچه نمیشه، خودش را لبها جمع نمیکنه. این اشتباهیه که در میان بعضی ها هست که به این اشتباه هم خوبه که توجه بشه نسبت به برادران و خواهرانی که تلاوت قرآن میکنن. این از حرف صاد، حرف زای و حرف سین که به خدمت شما عرض شد و گفتیم اینها صفتی که در این حروف، در این سه حرف صفتی که وجود داره صفت صفیر هست و این صفیر یعنی این که وقتی ما این حروف را ادا میکنیم یک صوتی همراه خود از دهان خارج میکنه. مثلا وقتی میگین اس اس اس، مثلا میگین اس 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 از ببینین یک صوتی همراه خود از دهان خارج میکنه. و این بود از درس تجوید که به صورت کوتاه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی عرض شد و ارائه گردید. اجازه بدین که با هم دیگر وقفه ای را ببینیم، اما این وقفه مثل که در هفته گذشته وقفه داشتیم و شکوفه ها و گلشن های از گل های قرآنی را به خدمت شما عزیزان و بینندگان پخش کردیم که اطفال عزیز هستند که تلاوت اینها پخش میشه و برای ما فرستاده میشه و الحمدلله که اینها آماده میشه و در روز جمعه در برنامه‌ای که ما داریم، در برنامه زنده، ما آن را پخش میکنیم در 3 قسمت. مثل هفته گذشته قسمت اول را با هم دیگر در این بخش میبینیم و ان شاء الله بعد از آن در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود. از دنمارک. سورة التكاثر مكي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله سبحانه و تعالی به عمر این اطفال عزیز برکت بده و برای والدینشان الله سبحانه و تعالی جزای خیر و پاداش نیک عنایت بکنه و این اطفال را الله سبحانه و تعالی روشنایی چشم پدر و مادرش و امت اسلامی بگرداند. بینندگان عزیز و گرامی، واقعا خوشحال کننده است. الله متعال را 1000 مرتبه سپاس میگوییم که اطفال عزیزی و خانواده های گرامی هستند که اطفالشان را این گونه تربیت می کنند و آنها را تشویق می کنند به جهت و به سمت قرآن عظیم الشان. الله متعال سبحانه و تعالی شفاعت قرآن را در حق ما و تمام بینندگان عزیز و به خصوص خانواده های گرامی که توجه جدی نسبت به قرآنی شدن فرزندانشان می کنند الله متعال بگرداند. اجازه بدین که درس امروز را با هم دیگر تلاوت بکنیم. درسی که امروز هست ان شاء الله با هم دیگر از آیت 211 سوره مبارکه بقره شروع می کنیم و ان شاء الله با هم دیگر آن را تکرار خواهیم کرد و خواهیم خواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سل سین با لام یک جا خوانده میشه و سین هم که میدانید از حروف صفیر هست و امروز ما در موردش صحبت کردیم. سل بنی اینجا مد منفصل هست. بنی اس را ایل، اینجا اولا مد متصل هست و دوما اینکه را در اینجا پر خوانده میشه. اسرائیل، کم میم اینجا اظهار میشه. کم آتیناهم کم آتیناهم، میمی که در اینجا هست با این میم ادغام میشه. کم آتیناهم من نون در اینجا اظهار میشه. بعدش همزه آمده و همزه از حروف اظهار هست. من آیت اینجا تنوین هست. بعد از تنوین با آمده. با حرف اقلاب هست. وقتی که
بعد از تنوین با بیایه یا بعد از نون ساکن با بیایه تنوین به میم تبدیل میشه. این میمی که در اینجا نوشته هست به همین واسطه. اگر شما به جای این میم را نوشته هم ندیدید بدانید که اینجا اقلاب هست. چرا؟ چون اینجا در حقیقت تنوین داره. آیتینه تنوین داره، تای مربوطه در اینجا تنوین داره، بعدش با آمده. هرگاهی که بعد از تنوین با دیدید بدانید که اینجا اقلاب میشه. نیازی نداره که شما ببینید، حتی حفظ باشید میفهمید، چون اینجا میدانید که در حقیقت اقلاب شده و اقلاب میشه. من آیت تم بینات بینات. قیلا هم به معنای این که اینجا اگر وقف کنید بهتره، بخوانید من آیت بینه. اما اگر وصل کردین هم جایزه. وقتی وصل بکنین این تنوینر با این واو در واقع یک جا میخوانید. این تایی که در اینجا هست میبینید منونه، تنوین داره. چون بعد از تنوین واو آمده، واو از حروف ادغام میکنیم. بینه تو بینه و می. بعد از اون ساکن یا آمده، یا از حروف ادغامه. اینجا ادغام میکنیم، یعنی گویایی که نونی وجود نداره. میم را مستقیما با یا وصل بدین. و می یبدل و من یبدل نعمت الله. اینجا لام جلاله پر خوانده میشه، چرا که این تای مربوطه که در اینجا هست فتحه داره، زر داره، زبر داره. نعمت الله من بعد بعد از نون ساکن با آمده و با از حرف اقلاب هست، اقلاب میشه، یعنی نون ساکن به میم تبدیل میشه. میم نمیگن من اشتباهه. من بعد ما جاءته مد متصل هست. ما جاءته فإن الله. اینجا اولا نون مشدده غنه میشه، بعدش هم لام جلاله پر خوانده میشه، به خاطری که ما قبل لام جلاله اینجا زبر داره، زبر هست. فإن الله شدید العقاب شدید العقاب. یک بار میخوانیم آیه رو از اول. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. میرویم به سراغ آیت 212. زوینه اینجا زا متوجه باشید، زای همان گونه که گفتیم به گونه ای ادا میشه که یک صوتی همراه خود خارج میکنه و سر زبان به بیخ دندانهای ثنایا و یا دندانهای پیشینی که در پایین قرار داره برخورد میکنه و زا ادا میشود.
زين زين للذين كفروا الحياة الدنيا اینجا این ضمه یا را مستقیما با لام وصل میشه. کفروا الحیاة اینجا تای مربوطه با این دال وصل میشه و تقریبا با هم خوانده میشه. دنیا كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون را در اینجا پر خوانده میشه. من الذين آمنوا این میمی هم که در اینجا میبینید به این میم وقف لازم میگن. هر جایی که شما میمی دیدید اگرچه در بعضی از مصحف ها نوشته هست، اما در این مصحفی که ما درس میدین، در این مصحفی که در نزد ماست، در کنار صفحه نوشته نیست که وقف لازم، ولی در بعضی از مصحف ها نوشته هست در کنار صفحه می نویسن یا در طرف راست. عموما در طرف راست نوشته میکنن، در صفحه‌ای که دست راست شماست در طرف راست نوشته میکنن و صفحه‌ای که دست چپ است طرف چپ نوشته میکنن وقف لازم. شما اگر قرآن کریم خوانده دارید حتما ببینید این گونه است، در کنار اینجا نوشته است وقف لازم. و وقف لازم به این معنایه که دیدگاه علمای تجوید این است که اینجا وقف لازم است، یعنی حتما باید ایستاد بشین. حتی در بعضی از موارد معنا را تغییر میده، معنا تغییر پیدا میکنه اگر شما وقف نکنید. به همین اساس علمای تجوید میگن اینجا شما وقف کنید، به این میگن وقف لازم. وقف لازم یعنی اینجا باید وقف بشه. من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة قلا به معنای اینکه اینجا وقف بهتره. یوم القیامه وقتی که وقف کنید میگین یوم القیامه. این یادتان باشه که هر جایی که وقف میکنید حرکت اخیر کلمه را بیاندازید. مثلا اینجا اخیر کلمه یوم القیامه این تای مربوطه هست، این تا هست. این وقتی که وقف کردیم نباید بگین یوم القیامتی. یوم القیامتی اشتباهه، یعنی از نظر تجوید وقف به حرکت همینه میگن که ما هم وقف بکنیم هم حرکت بدین. درست نیست. یا وصل به سکون به این معنا که ما وصل بکنین اما ساکن بکنین. مثلا اینجا رو خواسته باشین وصل بکنین بگین یوم القیامه والله، اشتباهه. نباید این گونه بکنین که هم وصل بکنیم هم حرکت را بیاندازین. اما در اینجا ما وقف میکنیم حرکت اخیر را میاندازیم، چون اشتباهیه که در بعضی از برادران و خواهرانی که تماس میگیرن در هفته‌های متمادی و تلاوت میکنن این مشکل متاسفانه در میان بعضی ها هست. این نکته را توجه داشته باشید. وقتی که شما در یک کلمه وقف میکنین حرکت اخیر را بیاندازین، حرکت اخیر را تلفظ نکنین. مثلا نگین که والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة، استاد هم بشین بگین یوم القیامة. نخیر، ولی اگر وصل کردین میتونین بگین یوم القیامة. اما وقتی که خواسته باشیم اینجا استاد بشین میگین یوم القیامة.
این تا به ها تبدیل میشه. والله والله لام جلاله پر میشه در اینجا. یرزق زوق اولا اینجا را در اینجا پر خوانده میشه. را ساکنه، ما قبلش فتحه داره. را خودش ساکنه اما ما قبلش فتحه داره. این را یادداشت بکنید. را خودش ساکنه ما قبلش فتحه داره، بنابراین را پر خوانده میشه. یر نمیگین یر باریکه. را پر میکنیم. زوق زی هم یا زای همچنان که امروز خواندیم سر زبان به بیخ دندانهای پیشینی که در پایین قرار داره برخورد میکنه. یرزق می اینجا ادغام میشه، بعد از نون ساکن یا آمده، یا از حروف ادغام هست. می یشاء مد متصل هست. من یشاء بغیر حساب بغیر حساب را در اینجا باریک خوانده میشه. بغیر نمیگین، میگین بغیر حساب. یک بار آیه را از اول میخوانیم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. میرویم به سراغ آیت 213 سوره مبارکه بقره. کان الناس، نون با نون وصل میشه، نون در اینجا غنه میشه، نون که ناس است غنه میشه. کان الناس امتا، اینجا میم باز هم غنه میشه و این تنوین بعدش واو آمده، واو از حروف ادغام هست، ادغام میشه. تو واحده اگر استاد بشین، اما وقتی وصل کنین این تای مربوطه بعدش میبینین تنوین داره، بعد از تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا هست، میخوانیم اخفا میکنیم، این تا را اخفا میکنیم، تنوین را اخفا میکنیم. أمة واحدة فبعث الله، اینجا لام جلاله پر خوانده میشه. بعث ث ما در برنامه گذشته به این مورد اشاره کردیم که ثا سر زبان به سر دندانهای ثنایای علیا یا دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره برخورد میکنه. فبعث فبعث، اگر فبعث بگین اولا اشتباه در این میشه که سین ادا میشه، ثانیاً این ثا صفت الصفیر نداره، چنانچه ما در گذشته در همین برنامه اشاره کردیم در صفت الصفیر. فبعث الله اینجا ها هم با نون وصل میشه. فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین. اینجا بعد از نون ساکن زال آمده، زال از حروف اخفا هست، نون ساکن اخفا میشه. و انزل نون ساکن در اینجا اخفا میشه. معهم میم پیش داره، ضمه داره، با لام وصل میشه. ملکتاب معهم الكتاب بالحق
لیحکم بین الناس. نون در اینجا مشدد غنه میشه. بین الناس فیما اختلفوا فیه. فیما اختلفوا فیه. جیم علامت وقف جایزه. اینجا اگر وقف کنین جایزه. میتونین بگین فیما اختلفوا فیه، و اگر خواسته باشین وصل بکنین میگین که فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا و ما اختلف فیه. اینجا وصل میکنیم. و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد اوتوه إلا الذين أوتوه من بعد. اینجا بعد از تنوین، بعد از نون ساکن با آمده حرف اقلاب هست. اینجا نون را به میم تبدیل میکنیم. من بعد ما جاءتهم البينات. ما جاء مد متصل هست. هم البينات. ما جاءتهم البينات بغیا. اگر استاد بشین میگین بغیا. اگر وصل بکنین میگین بغیم. چون اینجا تنوین هست، بعد از تنوین با آمده از حرف اقلاب هست، بناهن تنوین را به میم تبدیل میکنیم. بغیم بینهم فهدى الله. صلا به معنی این که اینجا وصل بکنید بهتره، یعنی استاد نشید بهتره. فهدى الله، لام جلاله پر میشه. فهدى الله الذين آمنوا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. لما اختلفوا فيه. لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. من الحق بإذنه. من الحق بإذنه. اینجا قلاب و معنی این که اینجا اگر وقف کنید بهتره، اما اگر وقف نکردین وصل کردین میگین من الحق بإذنه والله بإذنه والله يهدي من يشاء. والله اینجا لام جلاله پر میشه. به این لامی که در الله هست در اینجا میگن لام جلاله، این پر میشه. والله یهدی می. بعد از نون ساکن یا آمده، یا از حروف ادغامه، اینجا ادغام میکنیم. می یشاء. مد متصل هست، 4 الی 5 حرکت آن را طولانی میکنیم، الی 6 حرکت طولانی میکنیم. الى صراط مستقیم. صراط مستقیم. صاد تا سین تفاوتش در اینه که سین از حروف استعلا نیست، اما صاد از حروف استعلا هست. وقتی ادا میشه باید پر ادا بشه. صراط مستقیم.
یک بار این آیه را از اول تلاوت میکنیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. این از آیه 213. می رویم به سراغ آیه 214. ام حسبتم ان، بعد از اون ساکن تا آمده از حروف اخفا هست، اخفا میشه. ان تدخلوا دال در اینجا قلقله میشه. تدخلوا الجنه ان تدخلوا الجنه، اینجا نون مشدد غنه میشه. ان تدخلوا الجنة ولما، میم مشدد غنه میشه. یأتیکم مثل الذین، اینجا میم با میم ادغام میشه و غنه هم میشه. مثل الذین خلو من قبلكم بعد از اون ساکن قاف آمده، از حروف اخفا میکنیم، با قلقله میشه. من قبلكم، اینجا بعد از سلا هم به معنی اینکه اینجا وصل بکنید بهتره. وقتی وصل کنین این میم با میم دیگه غنه میشه و ادغام میشه، غنه میشه و هم ادغام میشه. من قبلكم مستهم البأساء، مد متصل هست. و الضراء، را پر خوانده میشه و همچنین در اینجا مد متصل میشه. و زلزلوا زای هم میدانید که سر زبان به بیخ دندانهای پیشینی که در پایین قرار داره برخورد میکنه. و زلزلوا حتی یقول الرسول را پر خوانده میشه. یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، لام در اینجا پر خوانده میشه. الا اینجا مد منفصل هست. الا ان نون مشدد غنه میشه. نصر الله قریب، لام در اینجا باز هم پر میشه. آیه را یک بار تلاوت میکنیم.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. می رویم به سراغ آیت 215. يسألونك ماذا ينفقون. نون ساکنه بعدش هم فا آمده از حروف اخفا، نون ساکن را اخفا میکنیم. ماذا ينفقون صلا هم به معنی این که اینجا وصل کنید بهتره. قل ما مد منفصل هست، اینجا اخفا میشه. ما انفقتم قاف از حروف قلقله هست چون ساکنه قلقله میکنیم. ما انفقتم بعد از میم ساکن میم آمده، اینجا میم را به میم ادغام میکنیم و غنه هم میکنیم. ما انفقتم من خیر اینجا بعد از نون ساکن خا آمده، خا از حروف اظهار میکنیم. من خیر فللوالدین والاق از حروف قطب جد اینجا از حروف قلقله هست، قلقله میکنیم. والاقربین والیتاما والمساكين وابن السبيل وب اینجا با قلقله میشه. وابن السبيل قلاب معنی این که اینجا وقف کنید بهتره، اگر وصل کنید میگین وابن السبيل، اگر وقف کنید میگین وابن السبيل. وما تفعلوا من خير من اینجا اظهار میشه. من خیر بعد از تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا میکنیم. من خیر فإن الله اینجا غنه میشه. نالله لام جلاله پر میشه. فإن الله به علیم. یک بار تکرار میکنیم آیه را. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علیم. این هم از درس امروز که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت شد. اجازه بدین که بینندگان عزیز و گرامی برویم این آیات را بشنویم و بعد از آن قسمت دیگر از شکوفه های قرآنی و عزیزان قرآنی را با هم دیگر ان شاء الله که ببینیم و بشنویم. أعوذ بالله من الشيطان
و رحمت الله برکاته. نویدالله نایب خیل هستم. در شهر امستردام هلند. من سوره یاسین رو به شما تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظیم. تشکر که شما گوش کردین. خدا حافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام صالحة. من محمد من از تاجیکستان. میخوام که قرائت کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. صدق الله العظيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد. السلام عليكم. نما محمد سمير سفيستا. أمامكم سورة العاديات بخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا
فعسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. و عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. امید است در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال قرار داشته باشید و تا حال با ما همراه باشید و خوش آمدید میگویم بینندگانی که امینک به جمع ما پیوستند و تشکری میکنم از برادران و خواهرانی که زحمت کشیدند و این ویدیوهای کوچک و کلیپهای خرد را برای شبکه وصال فرستادند و برنامه را از خودشان دانستند. امید است که الله متعال سبحانه و تعالی به همه جزای خیر عنایت بکنه و به عمر این عزیزانی که تلاوت کردند الله متعال برکت بده. بینندگان عزیز و گرامی، این بخش از برنامه اختصاص به شما داره، چنانچه کل برنامه اختصاص به شما داشت. خب دخالت ما بیشتر بود، در این قسمت دخالت شما بیشتر هست و شما میتونین که تماس بگیرین و انشاءالله که ما تماس های شما را وصل خواهیم کرد و خواهیم شنید و آیاتی که تلاوت شد این آیات را از شما خواهیم شنید. از آیت 211 الی 215 سوره مبارکه بقره ما امروز تلاوت کردیم و انشاءالله که منتظر هستیم که برادران و خواهرانی که تماس میگیرند همین آیات را تلاوت بکنند. جزاکم الله خیر. اولین تماس را با هم دیگر میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من از تاجیکستان. بله، اگر میشه کمی بلندتر صحبت بکنین. سوره فاتحه. بسیار خوب، سوره فاتحه بفرمایید، میشنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. برادرم میخواست که قرآن خوانه. بسیار خوب، بسیار خوب، باشه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من از تاجیکستان. ماشاءالله. میخواین کجا رو تلاوت بکنین؟ سوره عمره. بسیار خوب، میشنوید، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل الليل لباسا وجعلنا
وجعلنا نهارا معاشا وجعلنا النهار وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ففتحت السماء فكانت أبوابا فسيرت الجبال فكانت سرابا. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر. برادرم میخواد قرائت کند. بسیار خوب، باشه که تلاوت بکنه. بدین که بخونه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من فردوس از تاجیکستان میخوام سوره نجم را قرائت کنم. بسیار خوب، میشنوین، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة أخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعن إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. ماشاءالله. تشکر از شما. خواهرم میخواست قرائت کنم. بسیار خوب، باشه که تلاوت بکن. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخوای تلاوت بکنی؟ بخوان، میشنویم. بخوان. کجا رو میخوای بخوانی؟ بخوان، میشنویم. سوره نبأ. بسیار خوب، بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سوف يعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار لباسا وجعلنا الليل لباسا
وجعلنا النهار معاشا وبدينا خوفهم عن شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأمسرتكم وما هم سرنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا معصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. آفرین آفرین، جزاک الله خیر. آفرین آفرین، ماشاءالله. چند ساله هستی؟ چند ساله؟ 6. ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال تو حفظ بکنه. تشکر، ماشاءالله. جزاک الله. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خواهرم میخواهد تلاوت نماید. بسیار خوب بسیار خوب، باشه که بخوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاک الله خیر. جزاک الله. بسیار خوب، انشاءالله که آخرین نفر باشند، چون دیگه بیننده ها هم پشت خطن. بده این که بخوانند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی خوب هستین؟ همون درک همین روزه میخونم انشاءالله. بسیار خوب بسیار خوب، باشه میشنویم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. متاسفانه که تماس شما قطع شد. الله متعال به این خانواده قرآنی برکت بده. ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال شما را حفظ بکنه. و تماس شما متاسفانه که قطع شد. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از کجا تماس گرفتین؟ بخوان میشنویم، بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم الحمد صراط الذین الحمد أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. چند ساله هستی؟ بله؟ 4 ساله. آفرین ماشاءالله. 5 ساله. آفرین ماشاءالله ماشاءالله. حتما بگی که از تو ویدیویی بفرستن، خوبه؟ یک ویدیو بگیرن، یک فیلم بگیرن بفرستن، خوبه؟ آفرین ماشاءالله. خب خدا حافظ. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. آفرین ماشاءالله. الله متعال حفظ بکنه. تشکری میکنیم از پدر گرامیشان و انشاءالله که ویدیویی از این کوچولو حتما برای ما بفرستن. خب تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم برادر گرامی، صدای تلویزیون رو ببندین.
صدای شما درست نمیاد. شما تلویزیون صدای رو ببندین، صدای ما به شما درست میرسه. الو بفرمایید، میشنویم برادر گرامی. خب برادر عزیز ما فکر میکنم که متوجه نیستند و این مورد را بینندگان عزیز توجه داشته باشین. وقتی تماس میگیرین لطفا صدای تلویزیون رو ببندین، چون با تأخیر صدا ما برای از طریق تلویزیون پخش میشه. پس لطفا صدا رو ببندین تا باعث آزار و اذیت خودتان و دیگر بینندگان نشه. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. احمد منیب. احمد منیب، میخواین تلاوت بکنین احمد منیب جان؟ از امارات. خیلی خوب خیلی خوب. منیب جان میخوای تلاوت بکنی؟ سوره کافرون. خیلی خوب، میشنوین، بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دینکم ولی دین. ماشاءالله ماشاءالله. منیب جان از حفظ خواندی یا از رو خواندی؟ از حفظ. ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال به حافظه تو برکت بده. چند ساله هستی منیب جان؟ 6 ساله. آفرین آفرین. میشه که هفته بعدی برای ما یک ویدیو بفرستی از خود؟ خب. آفرین آفرین. انشالله. ماشاءالله ماشاءالله. انشالله. تشکر تشکر تشکر. تشکر. جزاک الله خیر. الله متعال برکت بده. ماشاءالله تلاوت زیبا بود. خب تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. تماس بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخوام سوره و الشمس و الضحی را بخونم. بسیار خوب، میشنوین، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها اذا تلاها اذا تلاها جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها لا يخاف عقباها. آفرین ماشاءالله. جزاک الله خیر. دیگه کدام گفتنی ندارین؟ نه. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خب تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخوایم خوردم تلاوت کنم. بسیار خوب بسیار خوب. چند ساله هست؟ 8 ساله. بسیار خوب. بدین که تلاوت بکنه.
بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر قسم به زمان است بیگمان انسان بر زیان است جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند و به حق توصیه کردند و بار دیگر صبر و استوا سفارش نمیده. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر، جزاک الله خیر. ماشاءالله زیبا بود. آفرین، ماشاءالله. الله متعال به عمرت و برکت بده. ماشاءالله. خب تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام، من عایشه هستم از کردستان. آفرین عایشه جان. عایشه هستی؟ نه، عایشه هستم از کردستان. عایشه. خیلی خوب، خیلی خوب. میخوای تلاوت بکنی؟ آره. بخوان، میشنویم. سوره الحمد رو میخونم. خیلی خوب. میشه بگی چند ساله هستی؟ آره، 4 ساله هستم. 4 ساله. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. سوره فاتحه، سوره الحمد میخوای بخوانی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم آمین. آمین. آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. جزاک الله خیر. آفرین. خب تشکری میکنیم از این کوچولوی عزیز. اجازه بدین که تماس دیگری هم بشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مشایخ هستم از امارات. ماشاءالله ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ آره، سوره بقره. خیلی خوب. همین آیاتی که امروز ما خواندیم همینا رو میخوای بخوانی؟ آره. بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سل بني إسرائيل يلكم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير الحساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. تشکر. ماشاءالله ماشاءالله. خوب بود، ولی کوشش بکن که اعراب آیات یعنی زر و زبر و زیر و پیش و اینها متوجه باشی دیگه. ان شاء الله تلاوت خوب بود. ماشاءالله. جزاک الله خیر. ان شاء الله. جزاک الله خیر. خداحافظ. خب تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب گوین که بیننده عزیز ما حواسشون نبود. تماس بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید میخواین تلاوت بکنین؟ بله. بسیار خوب، بفرمایید میشنوید. کجا رو میخواین تلاوت کنین؟ سوره فاتحه. خیلی خوب، میشنوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظیم. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. آفرین، ماشاءالله. میشه بگی از کجا تماس گرفتی؟ چند ساله هستی؟ از هرات. ماشاءالله. چند ساله هستی؟ 7 ساله. آفرین آفرین، ماشاءالله. الله متعال به عمر تو برکت بده. ماشاءالله، جزاک الله خیر. تشکری میکنیم از این عزیزمان و اجازه بدین بینندگان عزیز که قسمت سوم این شکوفه های قرآنی و عزیزان و گرامیانی که تلاوت قرآن عظیم و شن کردند با این زبان کودکانه و این زبان شیرین خود، این قسمت را با هم دیگر بشنویم و بعد از آن ان شاء الله که در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باز هم خواهیم بود. معصية الله فلا تعتقد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نعيد نعرف الأسطم ده شهر أمستردام ده أولاند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام، دنیا هستم، 9 ساله از پاوه. میخوام سوره مبارک بروج بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك فوز الكبير. إن بأس ربك لشديد إنه يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی کسانی که به خصوص این ویدیوها را فرستاده بودند باز هم تشکری میکنم و از بارگاه ایزد متعال سبحانه و تعالی میخواهم که به عمر این عزیزان الله متعال برکت بده و تشکری میکنم از تمام عزیزانی که به هر حال زحمت کشیدند و این ویدیوها را فرستادند. باز هم شماره واتساپ زیرنویس میشه، انشاءالله که در این شماره شما میتونین در طول هفته بفرستین و انشاءالله که ما پخش خواهیم کرد. و معذرت میخوام از بعضی از عزیزانی که فرستادن و هنوز پخش نشده، انشاءالله که در هفته بعدی به نوبت به ترتیب آنها را پخش خواهیم کرد. کسانی که امروز تلاوت های آنها پخش شد 16 نفر، یعنی اسمایشان را من یادداشت کردم، وقتی که تلاوت میکردن با دقت تلاوت تک تک از اینا رو گوش میکنم و نام های آنها در اینجا پیشم یادداشت کردم. نادیا 9 ساله از کردستان، تشکری میکنم از ایشان، و محمد یونس واحدی از دانمارک، تشکری میکنم از این عزیز هم. سمیه 5 ساله از نروژ، از ایشان هم تشکری میکنم. حافظ محمد یوسف از زاهدان، از ایشان هم تشکری میکنم. عبدالله 3 ساله از عربستان سعودی، ماشاءالله الله متعال حفظ بکنه. نویدالله 10 ساله از هلند، ماشاءالله الله متعال حفظتان کنه. محمد از تاجیکستان و اروا 10 ساله از قشم و همچنین مروه 4 ساله از هلند، ماشاءالله. محمد سمیر از دانمارک، ماشاءالله. سعید الله 5 ساله از تاجیکستان و ناهید 8 ساله از هلند و اسماعیل 4 ساله از نروژ، ماشاءالله.
زینب بلوچی از چابهار، ماشاءالله. قاسم 10 ساله از قزاقستان و آخرین نفر دنیا 10 ساله از پاوه. ماشاءالله. الله متعال همه را حفظ بکنه. اجازه بدین که حالا با هم دیگر تماس ها را بشنویم و باز هم معذرت میخوام از عزیزانی که فرستادند و پخش نشده، انشاءالله که به ترتیب به نوبت آنها را پخش خواهیم کرد. حالا اجازه بدین که در این دقایقی که مانده چند تماسی از بینندگان عزیز و گرامی بشنویم. اولین تماس. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام. نام من سمین است. ما از دانمارک میام. من تلسمان میخوام بخونم سورة القاریاتی. بسیار خوب سمیر جان، فکر کنم که امروز تلاوت تو پخش هم شد، درسته؟ تشکر. بفرما، میشنویم. اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القاریة ما القاریة وما أدراك ما القاریة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله سمیر جان، آفرین، تشکر، جزاک الله خیر. تشکر. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید بیننده عزیز. الو. بفرمایید بیننده گرامی، میشنویم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. تلاوت قرآن. بسیار خوب، میشنویم برادر گرامی، بفرمایید. خواهش کنم. الو. بفرمایید برادر گرامی. الو. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. میخوام دختر من شرکت کنه در تلاوت قرآن. بسیار خوب بسیار خوب، میشنوین، بدون که بخونه. شکیلا حسین فنایی. بسیار خوب، ماشاءالله. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات اللهب وامرأته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آفرین آفرین، ماشاءالله. چند ساله هستی؟ 9 ساله. آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، بسیار خوب بود، تشکر. خداحافظ. خداحافظ شما. خب بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو بله سلام. سلام علیکم، بفرمایید. من میخوام سوره
سوره نور. نوح. بسیار خوب، بفرمایید تلاوت کنین، میشنوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا رسلا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني تذكر مبين فنعبد الله واتقوه وأتقوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي الليل والنهار صدق الله العظيم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. آفرین، ماشاءالله. بسیار خوب، بسیار خوب. بخوان. علیه السلام. علیکم السلام. من میخوام قرآن رو بخونم. خیلی خوب، میشه بگی چند ساله هستی؟ 8 ساله. آفرین، آفرین، ماشاءالله. بخوان، میشنوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش تكون الجبال كالمرسوم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. آفرین، آفرین، جزاک الله خیر. آفرین، ماشاءالله، ماشاءالله. استاد برادرم هم میخواد بخونه. بسیار خوب، بسیار خوب. باشه، بخوانه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. چند ساله هستی؟ چند ساله هستی؟ چند ساله. آفرین. میخواید کجا بخوانی؟ نه. خیلی خوب، بخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آفرین، آفرین، ماشاءالله، ماشاءالله. آفرین، جزاک الله خیر. آفرین. خب، تشکری میکنم از این برادران و خواهران گرامی. هم الله متعال در خانواده شما برکت بده. اجازه بدین که تماس بعدی را بشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. خب، گویایی که بیننده عزیز ما حواسشون نیست. تماس بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو.
خسته نباشید استاد. سلامت باشین. خواستم درس امروز را تلاوت کنم. بسیار خوب، بفرمایید خواهر گرامی، بفرمایید میشنوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. چیزایی گفتم خیلی ممنون از پیشنهادتون دستتون در نکنه. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. ماشاءالله ماشاءالله زیبا بود. گفتم ببینم هیچ کاری کردم دستتون در نکنه. تشکر از شما. سلامت باشین خواهر گرامی. جزاکم الله خیر. آخرین تماس را با هم دیگر میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زهرا مبارک از کابل. بسیار خوب، بفرمایید خواهر گرامی. میخواین تلاوت بکنین؟ بله، از کدام آیه بخوام؟ از آیه 214 شما شروع بکنین. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر. جزاکم الله خیر. سلامت باشید. استاد فاطمه فقط درخواست دعا داشتم. مشکل بزرگی دارم، دعا کنید برای کسانی که صدای و میشنن دعا کنن امشب تا مشکل هر چی مشکل شما خواهر گرامی بزرگ باشه الله متعال از او بزرگتره. الله فراموش نکنید. ان شاء الله که الله متعال مشکل شما رو حل میکنه. وقتی یک جوان به مشکلی برمیخوره فکر میکنه تمام چیزا از مشکلش کوچکتره. نه، الله متعال از همه مشکلات بزرگتره خواهر گرامی. به این توکل این که بدون توکل اگه نباشه انسان اصلا بیهوده است که در دنیا زندگی کنه. بهترین چیز مسلمان توکله. واقعا همینه که انسان زنده است. بدون شک الله متعال مشکل شما رو خواهر گرامی حل بکنه. و از تمام بینندگان میخوایم برای شما دعا بکنن. تشکر از شما. امشب که به نماز تهجد بلند شدی حتما دعا کنید. جزاکم الله خیر خواهر گرامی. تشکر از شما. آخرین بیننده را با هم دیگر میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میشنوین، بفرمایید. سلام علیکم. من دخترم میخواد تلاوت کنه. بسیار خوب. اگر صدای تلویزیون رو ببندین که بهتر بتونیم صدا ما رو بشنویم. تشکر از شما. سلام. علیکم السلام. چند ساله هستی؟ از کجا در تماس شدی؟ کجا تماس میگیری؟ متاسفانه که تماس این کوچولوی عزیز ما قطع شد. الله متعال حفظت کنه و متاسفانه که دیگه وقت نداریم که تماس بگیرین. وقت ما بسیار کمه. 3 دقیقه دیگه مانده. اجازه بدین که در این 3 دقیقه تشکری بکنیم و به هر حال یک چند کلمه حرفی بزنیم پیرامون تماس هایی که گرفته شد. اول از همه چیز بینندگان عزیز و گرامی که کلیپ ها پخش شد، این کلیپ ها ان شاء الله از طریق فیسبوک هم پخش میشه. از طریق فیسبوک صفحه رسمی شبکه هم پخش میشه و همچنین از طریق صفحه رسمی برنامه روحانی هم که از آقا احمد عزیز بله ماشاءالله قبل از اینکه بخواهم پخش کردن این صفحه رسمی برنامه روحانی قرآن عظیم و شان هست که شما میتونید از این صفحه ان شاء الله این ویدیوها را در هفته ببینین و ان شاء الله ما به ترتیب این ویدیوها را پخش خواهیم کرد اگر الله متعال و ما توفیق بده. موضوع دیگر این که وقتی این اطفال تلاوت میکردن مرا به یاد یک موضوع بسیار مهم انداختن و آن این است که بعضی از افرادی که سنشان بالا رفته میگن دیگه ما یاد نمیگیریم قرآن کریم را، یعنی خودشان را فراموش میکنن و ماشاءالله همه چیز را یاد میگیرند، ذهن یاد گرفتن همه چیز را دارن، اما به قرآن که میرسه میگن والله ذهن حالا سن ما بزرگ شده، حالا من سنم 30 شده، 35 شده، 40 شده، 50 شده، 60 شده، من دیگه قرآن نمیتونم یاد بگیرم. اولین دلیل که شما قرآن کریم را میتونین یاد بگیرین اینه که طفل 4 ساله و 3 ساله قرآن تلاوت میکنه. این بهترین حجت علیه شما. مطمئن باشین که در روز قیامت این تلاوتی که شما شنیدین از این طفل در روز قیامت در مقابل پروردگار متعال بر علیه شما دلیل خواهد شد. شما نمیتونین که دلیل بجوین که الله والله من یاد نمیگرفتم. چرا یاد نمیگرفتی؟ این طفل 3 ساله یاد گرفته، مگر شما از این طفل 3 ساله میمانید؟ اگر در جای نشستن باشه خب بالاتر از این طفل 3 ساله می نشینید، اما در جای یاد گرفتن که باشه باز میگید یاد نمیگیرید. عجیبه، چرا یاد نگیرید؟ المهمی که ما متاسفانه برای خود احیانا بعضی از ما وقت نمیدیم یا خودمان را اذیت میکنیم، نمیخوایم که اذیت بشیم، به هر حال قرآن کریم را یاد بگیریم، وقت بگذاریم برای اینکه قرآن کریم یاد بگیرین و این در روز قیامت از ما سوال میشه. مطمئن باشین که سوال میشه و الله متعال سبحانه و تعالی این اطفال عزیز را حفظ بکنه. واقعا اینها نور چشم ما هستند و واقعا اینها ما را خوشحال میکنند، با تلاوت‌های خود اینها ما را خوشحال میکنند. الله متعال سبحانه و تعالی اینها را همیشه خوش و خندان داشته باشه. پدر و مادر اینها را الله متعال حفظ بکنه و در پناه خود داشته باشه. و همچنین بینندگان عزیز حرف اخیرم این است که
میتونید شما باز هم در طول هفته به شماره واتساپی که مربوط به این موضوع هست میتونید که شما انشاءالله تلاوت های اطفالتان را، ویدیوها را بفرستین و انشاءالله که ما در آنها را پخش خواهیم کرد و کسانی که تا حالا تلاوت هایشان پخش نشده انشاءالله به ترتیب به نوبت آنها را پخش خواهیم کرد. و تشکری میکنم از تمام شما عزیزانی که تا حالا با ما همراه بودید. اللهم تعالی سبحانه و تعالی مشکلات همه من و شما را به خصوص این خواهر عزیزی که طلب کردن الله تعالی حل بکنه و ما را الله سبحانه و تعالی همیشه در پناه خود داشته باشد و ما را الله سبحانه و تعالی از جمله خاصان درگاه خود قرار بدهد. و همچنین از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی هم که زحمت میکشند به خصوص در آماده نمودن این ویدیوها که همچنین برادران دیگری هم با ما همکارند. الله متعال سبحانه و تعالی به همه جزای خیر بده و تشکری میکنم از تمام عزیزان و از تمام بینندگان گرامی و از تمام بینندگان و شنوندگان عزیز. الله سبحانه و تعالی همه من و شما را در پناه خود داشته باشد. تا برنامه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.